سرخط خبرهای مهم. پرونده پرویز اودینایف را دادستان کل بررسی میکند. 34 روز دیگر هشداری نمایندگی به مهاجران تاجیک. فروریای تشنیک‌ها از تاجیکستان به ازبکستان و هلاکت 2 افسر پلیس از بمب در پاکستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 8 آگوست. پرونده پرویز اودینایف، مردی که پسر 15 ساله‌اش در پی شکنجه او هلاک شد، به دادستانی کل تاجیکستان ارسال گردیده در بررسی است. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر کار داخلی تاجیکستان روز 7 آگوست در نشست خبری اطلاع داد. وزیر حادثه را جنایتی مدهش نامیده، گفت پدر خسرو اودینایف 15 ساله قصد پنهان کردن این جنایت را داشت اما دستگیر شد. فعلا نسبت به او با قسم 3 ماده 110 کدکس جنایی یعنی قصداً رساندن ضرر وزنی به سلامتی پرونده آغاز شده است. با وی از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. این مرد به جز خسرو اودینایف 3 پسر و 1 دختر داشته است. حادثه روز 26 ایول امسال رخ داد. نوار نورس شکنجه شده که ظاهراً خود پدر ثبت کرده است در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خشم کاربران را برانگیخت. تاکنون صدها نفر رفتار پرویز اودینایف را محکوم کرده خواهان جزا گرفته نشدند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بار دیگر مهاجران تاجیک را آگاه کرده است که همه سندهای خود را درست کنند تا اینکه بعد 1 ماه از این کشور بیرون نشوند. به اطلاع منبع، مهاجران تنها 34 روز دیگر در اختیار دارند. در اساس فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، خارجانی که در این کشور غیر قانونی کار و زندگی دارند تا 10 سپتامبر فرصت دارند که سندهای خود را درست کنند. ثبت نام در اداره مهاجرت، پیشنهاد معلومات بیومتری و پزشکی، شهادتنامه دانستن زبان روسی و اجازه اقامت از شرط‌های اساسی گفته می شود. همچنین مهاجران باید جریمه ها و پول تلفن را پرداخت کرده باشند و از خدمات دیگری دولتی قرضدار نباشند. روسیه میزبانی اساسی مهاجران کاری تاجیک است و بنا به گزارش‌ها بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کشور کار و اقامت می‌کنند. گزارش‌ها درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران و پایمال کردن حقوق آنها از سوی مقامات روس زیاد نشر می‌شوند. رستم میرزازاده، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، روز 7 آگوست در نشست خبری این نهاد گفت تا با امروز در رابطه با بازبینی حکم پرونده‌ها که برای گذاشتن لایق زندانی شدند کسی به دادگاه مراجعت نکرده و هیچ پرونده‌ای در این رابطه بازبینی نشده است. این در حالی است که به گفته او قانونگذاری تاجیکستان امکانی بازبینی حکم‌های را که در دایره پرونده‌های وابسته به پسندیدن و بازنشر مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده صادر شدند با شرط نبودن جنایت دیگر پیش بینی کرده است. با تاکید رئیس دادگاه عالی، اگر حکم تنها در اساس پرونده لایق صادر شده باشد امکانی بازبینی حکم وجود دارد، اما اگر در پرونده جنایت‌های دیگر نیز باشد این معیار قانون تطبیق نمی شود. بنابر معلومات‌ها حالا در تاجیکستان 1507 شهروند بنابر گذاشتن لایک در نوار گزارش‌های اینترنتی و نوشتن شرح و ملاحظه‌های مضمون و محتوای تروریستی و اکستریمی داشته در زندان‌ها قرار دارند. روز 14 می، 1 ماه بعد موافقت پارلمان تاجیکستان با بیکار کردن جزای جنایی برای لایک گذاری در شبکه‌های اجتماعی، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم این قانون را تصویب کرد. مقررات قانونگذاری درباره جزا برای لایک تقریباً 7 سال عمل کرده، طبق آن زیاده از 1500 کس را جزا دادند. در چند سال اخیر بیش از 20 متخصص ورزیده فناوری‌های اطلاعاتی یا آیتی تاجیکستان را ترک کرده در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان همسایه مقیم شدند. این در حالی است که خود تاجیکستان به چنین کادرها به طور جدی نیاز دارد. در یک نشست خبری خورشید میرزا، رئیس آژانسی نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان گفت فرار چنین متخصصان را از کشور مایه نگرانی نمی‌داند. چرا این موضوع را در گزارش ارشاد سلیمانی و برادر صفی همراه می‌بینیم. در چند سال اخیر زیاده از 20 متخصص ورزیده فناوری‌های اطلاعاتی تاجیکستان را ترک کرده در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان همسایه مقیم شدند. در این باره رسانه‌های تاجیکستان از قبیل آزیا پلوس و یورتیجی بارها خبر دادند. این در حالی است که خود تاجیکستان با چنین کادرها نیاز زیاد دارد.
اما خورشید میرزا رئیس آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی فرار چنین متخصصان تاجیکستان را مایه نگرانی نمی‌داند. این اقتصادی بزرگانی است. هر جا که شرایط خوبتر، کجایی که محیط هست، هر وقت شرکت یا که شهروند اونجا انتخاب میکنه. در مونیز این علاقه آیتی پارک نیز فعالیت دارد. بسیار متخصصایی که در دیگر دولت‌ها از آن جمله نفرایی که حاضر شرکت‌های جوانای بچه‌های ما که در شهر مسکو فعالیت میکردن در همین سوهای آیتی علاقه اومدن در ما رزیدنت شده ایستادن. یعنی که این مسئله یک ما در اقتصادی بگیم آزادی دنیوی هستیم. کجا کی میرود همه در این فکر میکنیم که آزاد است. معاش پست، قانونگذاری ناکامل، شرایطی نچندان مساعد کار، فراهم نبودن امکانیت‌های رشد و سرعت و صفت بد و گرانی نرخ اینترنت از سبب‌های ترک کشور کردن برخی از متخصصان ورزیده فناوری‌های اطلاعاتی نامیده می‌شود. اما خورشید میرزا میگوید صفت، سرعت و خرج اینترنت در تاجیکستان کارمندان نهاد او را قانع می‌کند. بله، برای تطبیق حکومت الکترونی اینترنت زیاد لازم نیست. برای اینکه ما همه معلوماتایی که علاقه آماده کردیم در مخزن‌های مخصوص که ما در نزد اگنتی علاقه یک سال پورا آماده کردیم تمام اینا از داخل استفاده میشوند. برای تطبیق حکومت الکترونی ضرورت اینترنت بلند سرعت در کار نیست. نو در مجموع این طلبات زمان است. قناعتمندی خورشید میرزا از صورت، صفت و ارزش اینترنت در حال است که ماه اپریل امسال در رده‌بندی شرکت سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی سرعت اینترنتی ثبت شده میان 155 کشور زینه 117 را کسب کرده است. با بهاگذاری این رده‌بندی سرعت میانه بارگذاری 36 از 196 مگابیت ثانیه را تشکیل داده است که از سطح میانه جهانی 98 از 3 مگابیت ثانیه کمتر است. آژانسی نوآوری و تکنولوژی رقمی میگوید که هدف دارد در 10 سال آینده تطبیق حکومت الکترونی در کشور را تمام کنند. این در حالی است که امنیت سایبری در تاجیکستان قوی نیست و بارها سامانه‌های زیاد از طرف رخنه‌گران اینترنتی به آسانی شکسته شدند. اما خورشید میرزا میگوید اکنون برای تامین امنیت سایبری تارنمای دولتی مرکز ویژه‌ای تأسیس دادند که برای تامین حفظ معلومات و امنیت اطلاعاتی کار میکنند. تا کجا کار این مرکز با نتیجه است معلوم نیست و استفاده هوش مصنوعی از طرف رخنه‌گران امنیت اینترنتی را در سراسر جهان زیر خطر عظیم قرار داده است. رئیس آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی گفت باور دارد که رشد اینترنتی در تاجیکستان به زودی به سطح جهانی نیز خواهد رسید. در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان در نتیجه ترکش بمب کنار راه 2 افسر پلیس کشته و 14 غیر نظامی زخمی شدند. مقامات محلی گفتند این حادثه روز 6 آگوست در ناحیه وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد پاکستان با افغانستان رخ داده است. هرچند تاکنون کسی مسئولیت حمله را برداشت نگرفته است. به گفته مقامات اکثر وقت چنین حمله ها را تحریک طالبان پاکستان انجام می‌دهند. در هفته‌های اخیر حمله شورشیان در پاکستان بیشتر شده، 10 نیروی امنیتی این کشور به هلاکت رسیدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 8 آگوست خبر می‌دهد. شب 8 آگوست سال 2008 میان گرجستان و روسیه جنگ شروع شد که 5 روز ادامه کرد و در نتیجه آن از هر دو جانب بیش از 230 نفر کشته و صدها تن مجروح و گریزه شدند. روسیه گرجستان را گناهکار کرد که به اسیته جنوبی جدایی طلب حمله کرد و مسکو برای حمایت حقوق این مردم تانک‌های خود را به خاک گرجستان درآورد. گرجستان و اتحادیه اروپا و غرب روسیه را گناهکار کردند که با عملهای خود شروع این جنگ را تحریک داد. تنها با میانجیگی اروپا 12 آگوست سال 2008 جنگ خاتمه یافت، ولی تاثیر آن در روابط آینده روسیه با گرجستان و اروپا و غرب دوامدار شد.
8 августи соли 2012 варзишгари тоҷик Мавзуна Чориева барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон эълон шуд. ӯ дар набарде бо муштзани ирландӣ Кети Тейлор рақобат карда соҳиби ҷойи сеюми мусобиқот гардид. Мавзуна аввалин варзишгар духтаре аз Тоҷикистон гардид, ки соҳиби медали олимпӣ шуд. 8 августи соли 1935 журналист ва нависанда Насим Раҷаб таваллуд шудааст. ӯ 10 солаҳо дар нашрияи Пионери Тоҷикистон кор карда, баъди ба анбоз тағйири ном карданаш дар солҳои истиқлолият барои нашри маводи тарбиявӣ барои кӯдакони тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. Аввалин қиссааш рӯзномае ки бояд навишта мешуд, бештар шарҳи ҳолӣ будааст. Саргузаштҳои наврасони тоҷике қисса мекунад, ки бо сахтиҳои зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. Аксар асарҳои баъдиаш ҳам ҳама ба хонандаи Наврас равона шуданд. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ баробар аст ба 117 сомонӣ, 100 евро ба 1109 сомонӣ ва $100 937 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, ин қурбро бонки миллӣ муқаррар кардааст ва аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. шумо охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равонро тамошо кардед, аммо рӯзҳои истироҳат ҳам метавонед тозатарин хабару гузоришҳои моро дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ пайдо намоед. бароятон истироҳати хуб орзумандем. худо нигаҳдор.